عزیزان بیننده، یکی از خصلت‌های انسان مسلمان این است که میخواد برای همه نیکی میخواد. ما هم از همین چیز الهام گرفته یک چیز رو باید تذکر دادنی هستیم که این شب جمعه هست و شب 23 هست، یعنی که شب طاق است. و ابن حجر رحمت الله علیه در کتاب فتح الباری میگن که شب قدر در رمضان است، در دهه آخرش است و در شب‌های طاقش است. و ابن هبیره یک از وزیرای بزرگ دولت عباسیه و هم عالم، عامل، عارف بود، میگه که اگر رمضان شب طاقش به شب جمعه موافق آید، احتمال زیاد است که همون شب قدر است، چون که دو فضل اینجا به هم جمع کرده است، هم فضل شب جمعه، هم فضل شب طاق دهه آخر. ما رو خواستم تذکر دیم که این شب باید که اجتهاد بسیار کنیم، تلاش کنیم، سعی کنیم، دعا کنیم، نماز خونیم، قرآن خونیم، تلاوت کنیم تا اینکه از برکت همین شب محروم نشیم. چون که این شب تقدیر یک سالی ما حل میشه، تقدیر یک سالی ما فرارده میشه. از الله تعالی مسئلت کنیم که تقدیر ما رو تقدیر نیک کند، ما رو خوشبخت کند، نیکی های دنیا و نیکی های آخرت رو برای ما الله تعالی فرو فرسته در این شب مبارک. و دعای مشهوری که در این شب گفته میشه این اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. خدایا تو بخشنده هستی، بخشیدن رو دوست می‌داری، پس ما رو ببخش. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. خدایا تو بخشاینده‌ای، بخشایش را دوست می‌داری، پس مرا ببخش. تحب العفو فاعف عنا.